هرچند که ما در زمینه موسیقی خودمون هنرمند نبودیم. Yeah, we rely on the country expert to tell us whether it is a good piece of instrument. ما در واقع در قضاوتمون راجع به این آلات موسیقی از افرادی که هنرمند و صاحب نظر بودن در اون ساز موسیقی استفاده کردیم و پس از اینکه اون افراد گواهی کردن که از نظر کارایی از کیفیت بالایی برخورداره به این استاندارد است. We as jury members, we look at the overall format, the craftsmanship, the detail. ما به عنوان اعضای ژوری این در واقع نمایش کارمون این بود که نمونه رو به طور کلی ارزیابی بکنیم. How well the wood, the rare woods are combined together. چگونه این چوب هایی که از گونه های بسیار گران قیمت و نادر هستند یک نواخت به هم جفت شدن و جنگ شدن. But the country experts advise us on whether these are the top quality instruments. در واقع هنرمندان محلی به ما از نظر کیفی نسبت به اینا اطلاعات دادن که ما توصیف قضاوت کنیم. That's why when you look at the wood, you know, the grain. ملاحظه بفرمان در این ساز موسیقی چوب رو ملاحظه بفرمان و بافت و ترکیب چوب رو که خودش تو این محفظه صوت نشون میده. That even when you just put it on its own, it is a very good piece of craftsmanship. در واقع سوا و قطع نظر از کار کردی که داره خودش از نظر نمایش و نمود یک جاذبه خاصی رو ایجاد. And I'm sure when the music is played, it is even better. و من مطمئنم زمانی که به صورت یه ساز موسیقی عمل میکنه قطعاً بیشتر تاثیرگذار خواهد. Okay, let's move around. اجازه بدیم که به قسمت دیگه در